آیا امکان دارد که در یک روز 2 مرتبه روزه گیری یا که 3 مرتبه یا که 10 مرتبه یا بیشتر از آن؟ بله امکان دارد. طبق حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید اگر شخصی که یک برادر مؤمنش را افطار بدهند، ثواب روزه همان شخص در نامه اعمال این برادر نوشته می شود، در حالی که از اونم کم نمی شود. پس اینم باشد در ماه مبارک رمضان. دوستان، چه در وطن چه خارج از وطن، اکثریت مردم احتیاج به کمک یک افطاری ما و شما دارند. پس بیایید بشتابیم تا این ثواب بزرگ را به دست آریم. بازم ماه مبارک رمضان مبارک باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.